چه کار کنیم دانیال عزیزتر شد از ما. حالا چه کار کنیم دانیال نورچشمی شد. حالا چه کار کنیم تا اونو از قصد بیرون کنیم. حالا چه کار کنیم تا مثل قبل عزیز شیم. میتونیم اونو تو دخمه بندازیم تا ببوسه. میتونیم اونو تو دریا بندازیم تا خفه شه. همه این چیزایی رو که گفتیم سرت میاریم، تو نمیدونی با چه کسایی طرفی. بچرخ تا بچرخی میدانی جانشینشو، اگه بدونی چه نقشه هایی برا کشیدیم. همه این چیزایی رو که گفتیم سرت میاریم، تو نمیدونی با چه کسایی طرفی. بچرخ تا بچرخی میدانی جانشینشو، اگه بدونی چه نقشه هایی برا تا کشیدیم. یعنی میشه؟ چرا که نه؟ چه سوسو حالشو میگیری. نقشمون میگیره بچه ها. آره. تو حالا شک داشتی؟ نه. حالشو میگیری. بچرخ تا بچرخی میدانی جانشینشو، اگه بدونی چه نقشه هایی برات کشیدیم. روز بعد ریش سفیدها در محضر شاه داریوش حاضر شدند تا پشت سر دانیال توطئه چینی کنند. شما میخواستید منو ببینید؟